ассалому алайкум бародарони исломӣ. Шахсоне ки мехоҳанд границаи Қазоқистонро гузаранд, марҳамат, мо ба шумо Акай Аббосро тавсия медиҳем. Ин бародар тӯли чандин сол аст ки дар ҳамин соҳа кор ва фаъолият дорад. Агар муҳлати документҳои шумо тамом шуда бошад, ин бародар шуморо гирифта ба границаи Қазоқистон бурда меёрад бо хости Аллоҳ. худи ҳозир дар номерҳои рӯи экран буда дар тамос шавед. +7 909 962 28 28 занг занед ё дар ватсапашон муроҷиат намоед. аллоҳ нигаҳбонатон бошад. کسی سوال کرده از کشور روسیه، یک برادر مسلمان ما، که تبریک گفتن به عید کریسمس که در 25 دسامبر عید برگزار میکنن به نام عید کریسمس. جشن برگزار میکنن، درخت کریسمس میسازن، لباسهای خاص به تن میپوشن، کیک درست میکنن. آیا کسایی که مسلمانایی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکنن که در روز عیسوی ها این جشن و این عید خود را برگزار میکنن به نام عید کریسمس و یک مسلمان هم در اون دیار زندگی میکنن، آیا به اونا تبریک گفته شود؟ و اونا اگر تبریک گفتن جواب ما چیست؟ تحفه میدهند، هدیه ها میدهند، پول میدهند، اشیای خوردنی میدن، آیا گرفته شود؟ یک مسلمان در همونجا اسباب و اشیایی که در عید کریسمس به کار برده میشه خرید و فروخت ازی برشون اجازه است؟ میخوایم که میرم مختصر جواب بگویم. عید کریسمس اگر ما عمیق‌تر نگاه بکنیم، عید هم با یک عقیده شرکی برگزار میشه و اعمال و کردار و افعالی که در این کریسمس صورت میگیره او هم شرکی است. الله رب العزت و الجلال در سوره مائده میفرماید تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما همیشه همکاری بکنین به نیکویی و تقوا، به چیزی همکاری بکنین که سبب نجات شما در آخرت باشه. پس وقتی که کریسمس خودش هم با یک عقیده شرکی برگزار میشه و افعال و کرداری که در این کریسمس انجام میشه او هم افعال شرکی و کفری هست، پس وقتی که یک مسلمان به یک عیسوی میگه کریسمس تو تبریک، چی معنا داره ای؟ معنایش چیست که اینو عقیده‌شی است که در 25 دسامبر فرزند خدا تولد شده، نعوذ بالله، و یا ای که خود الله تولد شده، یعنی دو تا باور دارن، یا فرزند الله تولد شده و یا ای که خود الله تولد شده. پس چقدر خطرناک است این جمله. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. اینمی عقیده را اینا میخواین از بین ببرن که الله نه زاده شده، نه از الله طفل به وجود آمده، نه خود الله زاده شده، نه از الله طفل به وجود آمده. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. عیسوی ها میگن الله برای خود ولد گرفته، برای خود ولد گرفتن. قرآن میگه لقد جئتم شیئا ادعا. یک سخن خیلی بزرگ و عظیم از اینها صادر شده و اینا آوردن که ان قریب است تکاد السماوات یتفطرن منه. ان قریب است که آسمان ها منفجر شود، آسمان ها شگاف شود، کوه ها از بین بروند و انفجار بکنن با این کلمه‌شان، با این سخنشان که عیسوی ها میگن. پس وقت عقیدهشان این است که در این روز پسر خدا تولد شده یا در این روز خدا تولد شده. پس یک مسلمان در حالی که میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله به کریسمس به یک عیسوی بگه تبریک، معنیش چی است؟ تبریک باشه تولد پسر خدا، نعوذ بالله، ایمان باقی میمونه. به یک قاتل بگوی تبریک باشه قتل، کسی کارا میکنه.
اینه گوی تو رضایت داری به همین قتل، گوی تو رضایت دادی به همین قتل، گوی تو رضایت دادی به همون گناه و هر چیزی که هست. پس بناهن الله رب العزت و الجلال در سوره فرقان آیه 72 میگه والذین لا یشهدون الزور، آنانی که به باطل شهادت نمیدن یا آنانی که حضور به هم نمیرسونن به اعیاد مشرکین، به عیدهای مشرکین. عبدالله ابن عباس ترجمه آیه تو کده، اونهایی که حضور به هم نمیرسونن به اعیاد مشرکین. پس این مسلمان در هر جای دنیا که زندگی میکنه باید موازین شرعی دین خود را، سنت نبی خود را، عقیده خود را، باور خود را ای باید حفظ بکنه. اگر یک عیسوی به یک مسلمان میگه که این کریسمس برای تو تبریک باشه یا مبارک، سکوت بکنه، هیچ چیز نگویه در جوابش، هیچ چیزی در جوابش، فقط سکوت بکنه. و یا ای که دعا کنه الله همه را ایمان نصیب بگردانه، همه را الله ایمان نصیب بگردانه. بنابراین در این کریسمس اگر یک عیسوی به یک مسلمان تحفه میده، همون قسمی که این جشن خودش نادرست است و حرام است و عمل شرکی و کفری است، تحفه دادن چی از این طرف باشه چی از این طرف باشه، از طرف مسلمان به عیسوی یا از عیسوی به مسلمان هم نادرست است. و استفاده کردن از اشیایی که برای خوردن داده میشه هم حرام است. فروختن تحفه های که در امی جشن کریسمس به کار برده میشه از آدرس مسلمان، این هم نادرست است. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن میگه شما کمک نکنین به گناه و معصیت، با دشمنی به کمک نکنین به دشمنی و کمک نکنین به گناه و معصیت. من واقعا آدم تعجب میکنه، تا هنوز من سراغ ندارم که یک کافر یک جشن مسلمان برگزار کرده باشه. یک کافر بیاید از عید ما جشن بگیره، نه از عید رمضان نه از عید قربان یا از جمعه ما، یا یک خوشی ما را اونها هم با خوشی ما خوش باشن. این کار نکردن. ولی جای تأسف اینجاست که مسلمان امروز یک روز ولنتاین داره، یک روز یلدا داره، یک روز نوروز داره، یک روز کریسمس داره و هست کسانی که بازی را به خاطر رضا کردن قلب مردم و دل مردم باز فتوای جوازش هم میتن، به خاطر که مردم راضی شود. من التمس رضا الناس فی سخط الله. ما در حدیث داریم کسی که در طلب رضای مردم است در حالی که الله را ناراض کرده، فله السخط و فی روایت فله النار، بر از او غضب خدا و خشم خدا میرسه و آتش به او میرسه، آتش جهنم، به خاطر که مردم خوشحال شود به یک امر باطل، به یک امر که خلاف شریعت است. و صدها آیه ها را میخوانند که هیچ ربطی به این نداره و یک عمل باطل و خلاف شریعت او را جواز میتن. الله به همه هدایت نصیب بگردانه، به همه ترس نصیب بگردانه که اینا از الله بترسن، که فتواهای جیبی نتن. بنان خرید و فروخت تحفه هایی که در این کریسمس به کار برده میشه هم نادرست است، چون الله فرمود ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کمکی به گناه نکنین، کمکی به دشمنی ها نکنین. پس هیچ کافر عید ما را جشن نمیگیرن، پس ما چرا بریم از عید کفار جشن بگیریم؟ ما چرا بریم آب در آسیا به دشمن بریزانیم؟ حالا در روز عید و قربان یک هندو بیاید بگه عید قربان شما مبارک، در حالی که اونا گوساله پرست، گو پرست، شما گو ما را کشتین. میکنن این کارا؟ که یک هندویی که گوساله پرست است بیاید برای یک مسلمانی که گو ذبح کرده برای قربانی برش بگه که عید و قربان مبارک. هرگز این کارا نمیکنن اونا، به خاطر که اونا عقیده دارن که این خدای ماست گو. پس یک مسلمانی که گاو را ذبح میکنه هیچ هندو نمیاد که به این بگه تبریک باشه عید و قربان تو. پس این مسلمان چطور برود به
کریسمس برای یک عیسوی بگویه که کریسمس تو تبریک باشه. دیروز ویدیویی را کسی به من روان کرده بود، از سال گذشته بود فکر میکنم، مسلمان ها را نشان داد که از کریسمس جشن گرفته بودن، اما کلاهش پوشیده بودن، درختش جور کرده بودن و خیلی خوشحالی میکردن، خودشان هم بودن مسلمان. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود صبح از خواب بیدار میشن مسلمان، آخر روز کافر شدن. او جشن گرفته زیر این عنوان که تولد پسر خدا، خوشیشان به خاطر تولد شدن پسر خداست و این مسلمان هم در کنار از اونا رفته همین را جشن گرفته. یعنی همین کاری که شما میکنین بله تبریک باشه برای شما که پسر خدا تولد شده. این خو عقیده کفر و شرک است. پس به کریسمس نه از این طرف تبریک دادن اجازه است، اگر از اون طرف هم تبریک داده شد سکوت، و یا ای که دعا بکنه الله ایمان نصیب شما بگردانه که از این کفر و شرک دست بکشه. امیدوار هستم که مطلب گرفته شده باشه. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.